از بارزترین و اصلی ترین علامت و نشانه بحث عمل صالحه. درسته که عمل صالح یک کلیت داره و خیلی از رفتارها، گفتارها، حتی اعمال باطنی و قلبی رو در بر میگیره. عمل صالح ممکنه عمل قلبی باشه، گفتارمون باشه، رفتارهای گوناگون باشه، ظاهر و باطن، ولی یک مسئله کلی است که انشاءالله به جزئیات هم پرداخته میشه چون مهم شناخت این نشانه ها. ولی در کل عمل صالح از نشانه های بارز توفیق الهی به انسان مؤمن و مسلمان است که الله عز و جل در سوره های فراوان قرآنی، اگر شما سر بزنید به قرآن و قرآن رو تلاوت بکنید، چقدر در آیات قرآنی ما با کلمه عمل صالح و عمل الصالحات مواجه میشیم. ایمان در کنارش عمل صالح، اگر بهشت عمل صالح، اگر سخن از و تعریف از بندگان متقی، نیکوکار، ابرار، خداجو، خداپسند، محبوب الهی هست، میبینید در کنار ایمان عمل صالحه. پس انسانی که در کنار ایمانش عمل صالح داره، این عمل صالح نشانه بارز توفیق الهی است، منت رب العالمین است که انسان هم قدرش بدونه و هم پرورش بده اون عمل صالح در خودش، شاکر باشه و لذت ببره از اون عمل صالحی که الله عز و جل بهش توفیق داده. به عنوان مثال به برخی از آیات فقط در حدی که وقت اجازه بده و همچنین احادیث اشاره میشه. الله عز و جل میفرمایند و من یأته مؤمنا قد عمل الصالحات فاولئک لهم الدرجات العلی. کسی که در روز قیامت بیاد به دیدار و ملاقات الله عز و جل در حالی که مؤمن بوده و عمل صالح انجام داده، اینها براشون درجات و مراتب والای بهشتی است. یا ان الذين آمنوا و عملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. کسانی که ایمان آوردن و عمل صالح رو انجام بدن، الله عز و جل اونها رو دوست می‌داره و دوستی اونها رو در میان بندگان، در میان فرشتگان و در قلوب بندگان خودش میذاره. نتیجه ایمان و عمل صالح. پیامبر علیه السلام در همین راستا بحث توفیق الهی برای انجام عمل صالح میفرمایند اذا اراد الله بعبد خیرا استعمله. اگر الله عز و جل اراده خیری بکنه برای بنده اش، این اراده خیر الله، خدا خیرت خواسته، وقتی عمل صالح رو انجام میدید استعمله، اونو به کار میگیرد. سوال شد که و کیف یستعمله، چطوری الله عز و جل بنده اش رو به کار میگیرد؟ قال علیه السلام یوفقه لعمل صالح قبل موته. الله عز و جل اگر اراده خیری به بنده اش بکند، قبل از مرگش وی رو موفق میکنه که عمل صالحی انجام بده اون بنده اش. حالا اون عمل صالح توبه هست، یک کار نیک عظیمی انجام میده، طرف پولدار، ثروتمند، الله عز و جل توفیقش میده، قبل از مرگش توصیه میکنه یا پروژه عظیمی رو بنا میکنه با مال و ثروتش. ما نمونه داشتیم، یکی از خیرین خدا رحمتش بکنه تو فرودگاه برای علاج و درمان میره به کشور خارج، تو فرودگاه زنگ میزنه، تماس میگیره با یکی که این مبلغ 100 میلیون برای فلان مسجدی که شما دارید میسازید و احداث میکنید بگیرید، دریافت بکنید. بعدم میره کشور خارج، همونجا هم فوت میکنه. این توفیق الهیه. ولی این توفیق به این سادگی گیر نمیاد. وقتی به سیرت و زندگانی این خیر انسان برمیگرده، میبینید که چقدر تو طول زندگیش علاقه داشته به خیر و به کارهای خیر، مشارکت در پروژه های گوناگون خیری داشته. اینه که عمل صالح در کل، بالاخص قبل از مرگ که انسان خاتمه او با عمل صالح باشه، قطعا یک توفیق عظیمی است برای انسان